مقامات تاجیکستان معرکه نوی را راهاندازی کردند که 3 ماه ادامه خواهد کرد و ظاهراً دوباره مسئله لباسپوشی زنان بار دیگر در کشور داغ خواهد شد. طبق اطلاع خبرگزاری دولتی خاور از 1 مارس تا 30 می اقدام تاجیکان میپوشیم در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری، مقامات محلی و وزارت و اداره ها به راه مانده می شود. این خبرگزاری اقدام مذکور را نشانه از تمدن آفری و فرهنگ بای داشتن ملت تاجیک نامیده است. گفتنی است حدودی 10 سال آخر مقامات تاجیکستان مسئله لباسپوشی زنان را داغ نگاه می دارند و سر هر فرصت معرکه های دخالت به لباسپوشی زنان را راه اندازی می کنند. این معرکه ها از کارهای فهماندهی شروع می شوند و گاه بازداشت و تحقیر زنان نیز اتفاق می افتد. از فعالان معرکه دخالت به لباس زنان خود رئیس جمهور امامعلی رحمان است که هر سری فرصت از لباس پوشی زنان یاد می کند. مقامات حتی دستور عملی لباس های توسعوی برای دختران و زنان تاجیکستان آماده و نشر کرده اند. هرچند ادعا دارند که این دستور عمل خصوصیت توسعوی دارد و با هدفی به تنظیم درآوردن طرز لباسپوشی ملی راه اندازی گردیده است، در اکثر حالت آن را اجباری به دوش زنان بار می کنند. مقامات اساساً تنها به لباس زنان دخالت می کنند که ستر و حجاب به بر می کنند. تا حال هیچ حالت دخالت مقامات به نمودهای دیگری لباس پوشی که به لباس تاجیکانه موافقت نمی کند دیده نشده است.